کلمه وحده ای که مثلا ما توحید از کجا گرفتیم، چرا اصطلاح را استعمال میکنیم؟ ما همیشه باید فکر ما باشه که در عقیده ما هیچ چیز از دل خود باید جدید پیدا نکنیم. همیشه باید به قرآن رجوع بکنیم، همیشه باید به سنت رسول الله صلی الله علیه و رجوع بکنیم و حتی کلمات را که ما استعمال میکنیم ادب با اعتقادات امیر تقاضا میکنه که هر کلمه را که ما استعمال میکنیم باید اصل در قرآن داشته باشه، اصل در سنت رسول الله هم داشته باشه. صحابه کرام که رهبرای ما و شما بودن و پیشوایای ما و شما بودن و اونا از ما که اسلام خوبتر میفهمیدن، اونا باید این کلمات اصطلاحات استعمال کرده باشن. پس وقتی که ما میگیم توحید، شاید شما براتون سوال بکنین که استاد همین کلمه توحید میگین و این ترجمه کردین به معنای یکتاپرستی، آیا در قرآن آمده، آیا در احادیث آمده؟ میگیم بله صاحب. عنوان دادیم که کلمه وحده در قرآن کریم، در قرآن کریم کلمه وحده در چندین آیات آمده. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. میبینین اینجا کلمه چی آمده؟ وحده. فلما، پس هنگامی که رأوا دیدن بأسنا عذاب شدید مرا، قالوا میگویند که آمنا بالله وحده، ما ایمان آوردیم به الله سبحانه و تعالی که ذات یگانه هست یا به وحدانیت الله ایمان آوردیم. و کفرنا بما كنا به مشرکین، و کافر شدیم با آن چیزی که ما بودیم که شرک می آوردیم. یعنی کسانی که در دنیا شرک میارن، به مخلوق سجده میکنن، به مخلوق رکوع میکنن، به نام مخلوق روزه نفل میگیرن، به نام مخلوق عبادت میکنن، در آیه شریف میگه که وقتی که اینا باز عذاب شدید الله را ببینن، باز تمام از اینا تسلیم میشن و میگن که ما ایمان آوردیم به الله و به وحدانیت و یگانگی الله، به الله ایمان داریم با وحدانیتش. بعضی کسا میگن من به الله ایمان دارم لکن توحید عبادت ندارم. اکثرا فالبینا و جادوگرا یا صفات الله را به مخلوق میتن، اینا میگن که ما موحد هستیم لکن موحد نیستن. متاسفانه واچی هستن؟ شرک آوردن، خود با الله در صفاتش شریک کردن. بعضی کسای دیگه میگن ما بسیار خوب موحد هستیم لکن به بزرگای خود سجده میکنن، به قبر بزرگای خود سجده میکنن، به قبرهای بعضی از شخصیت ها سجده میکنن. حتی در این مزار افغانستان حالا میگن کدام راگکش بند ساختن چند سال پیش، اما تو مردم میابدن گرد قبر، اما تو چی میکردن؟ طواف میکردن. و حتی من در مدینه منوره یک کس را دیدم طواف در کعبه شریف است، منصوص و توقیفی. کعبه تنها مسلمان میتونه که در کعبه طواف بکنه، دیگه جای ما طواف کردن نمیتونیم.